امروز میخوام در رابطه با الگوی یقه براتون یه توضیحاتی رو بدم. الگوی یقه رو براتون رسم میکنم. توی کت‌های مردانه دو قسمت از کار هست که خیلی اصلی و ضروریه و این دو قسمت رو یه خیاط حرفه‌ای باید بلد باشه. یک آستین کت هستش که این آستین باید سالم دوخته شده باشه و سر جای خودش باشه، خوردش سر جاش خورده باشه. دو یقه یک کت هست. در رابطه با یقه و آستین سعی میکنم که آموزش‌های خوبی رو براتون بذارم. یقه ها دو نوع داریم تقریبا توی کت‌های مردونه. یک یقه انگلیسی یا یقه دال میشه، یک یقه شاخ یا بلیزر. یک کت برش خورده هستش که امروز ما اینجا داریم که من میخوام یه الگوی یقه براش طراحی کنم و الگوی یقه‌ش رو میخوام آموزشش رو برای شما بذارم. اینجای ما یه درز میخوره، اینجا جای درزش رو حساب میکنیم. یه پای یقه ما داریم که 3 سانت هستش، این 3 سانت ما میزنیم. اینجا فاسونی هست که تای یقه ما تا اینجا میاد، این رو میاریم تا تای یقمون. این 3 سانت پای یقه رو میاریم تا تای یقمون، خطش رو میکشیم، خطش رو میبریم بالاتر. اینجا 3 سانت پای یقه رو ما بهش میدیم. 3 سانت پای یقه رو مجدد 3 سانت پای یقهمون رو میکشیم. یه جای درز اینجا داریم که درز سرشونمون هست، اینجا هستش. اندازه پشت کتمون رو اندازه میگیریم. اینجا دوباره یه درز داریم، اینجا دوباره یه درز داریم. 2 تا درز رو محاسبه میکنیم و اینجا رو از داخل این درز متر میذاریم و این 10 سانت هستش. این 10 سانتمون رو اینجا علامت میزنیم. 10 سانتمون رو علامت میزنیم و اینجا رو با این خطمون گونیا میکنیم. اینجا رو با این خطمون گونیا میکنیم. 3 سانت میریم داخل و این رو دوباره گونیا میکنیم با جایی که به شونه وصل میشه. این رو گونیا میکنیم و به شونه وصل میشه. اینجا شکل دالمون رو ترسیم میکنیم. دال یقه یک کت مردونه حدوداً 4 سانت. این بستگی داره به سلیقه، به طراحی. میتونه 3.5 باشه، میتونه 5 سانت باشه، بستگی به طراحی که میکنیم میتونه باشه. دالمون رو علامت میزنیم، بازی یقمون رو علامت میزنیم. این رو از اینجا 7 سانت میایم، اینجا رو 7.5 میایم و اینجا هرچی بود، اگر 4 سانت بود دال یقه بالامون رو 3.5 محاسبه میکنیم. 3.5 اینجا یه کمی توش رو گرد میکنیم و این شد الگوی یقه ما.